شاید بزرگترین اشتباه ما اینه که وارد مسابقه شدیم که اصلا قرار نبود تو شرکت کنیم. برای تشنگی فقط یه لیوان آب کافیه، اما وقتی همون آب تبدیل به مسابقه بشه دیگه لذت نداره، فقط فشار میاره. زندگی هم دقیقاً همینه. ما به جای اینکه زندگی کنیم مدام خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم. کی بیشتر داره؟ کی زودتر رسید؟ کی بیشتر دیده میشه؟ و کم کم چیزی را از دست میدیم که از همه چیز با ارزش تره: آرامش. مشکلی نیست که هدف داریم، مشکل اینه که فکر میکنیم ارزش ما به رسیدن قبل از بقیه بستگی داره. زندگی مسابقه نیست. قرار نیست از همه جلو بزنیم. قرار نیست ثابت کنیم بهتر از بقیه ایم. ما اینجاییم که تجربه کنیم، رشد کنیم و زندگی کنیم. هر بار که خودمون رو با کسی مقایسه میکنیم، یه تکه از آرامشمون رو از دست میدیم. آرامش وقتی برمیگرده که دیگه دنبال ثابت کردن خودمون نباشیم و دوباره زندگی کنیم. حالا از خودت بپرس: قاتل آرامش من چیه؟ مسابقه‌ای که وارد شدم یا انتخابی که برای تغییر نکردم؟